فردوسی شهر دوشنبه ساکن 19 ساله پایتخت سمرالدین زویرف را با جرم معده افباشی به 5 شبانه روز به حبس مأموری محکوم کرده است. مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه گفت قبلا در اینترنت نوار نشر شد که چگونه راننده ماشین تمغه تویوتا کرولا در باغچه ماشینش 2 نفر را سوار نموده در کوچه های پایتخت حالت خطرناک و صدموی به وجود آورده ماشین رانی میکند. در نتیجه سنجش معاین کرده شد که این راننده شهروند زویرف سمرالدین خوجایویچ سال تولدش 2002 ساکن شهر دوشنبه کوچه مایاکوفسکی دانشجوی رشته مناسبت‌های بین المللی اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان میباشد. ضمن تحقیق حادثه معاین گردید که زویرف سمرالدین شب 17 ایون سال جاری 2 نفر رفیقان نابالغش را دیده و دانسته در باغچه автомاشین جایگیر و автомاشین خود را در کوچه های پایتخت اداره نموده است که با این عملش خلاف قاعده های حرکت در راه عمل نموده به جان و سلامتی نابالغان خطر جدی تهدید و یا معیارهای اخلاقی جامعه را برقصدانه ویران نموده است. گفته می شود در اطلاعیه ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه وابسته به این حالت مذکور نسبت به زویرف سمرالدین طبق طلبات ماده 460 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان با اتهام معده افباشی پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب دادند و دادگاه نایه فردوسی به وی همچون جزا 5 شبانه روز حبس مأموری تعیین کرده است.